هاشم بپر تو آب. نپری هاشم نکنی بعد تو گوش ندی میشه قاتل جان دریا بری توش در میمه ازش. نگاه آقا خیلی خوش نپری هاشم. در پری یه دقیقه ردش در بیا. خاک تو سر حوالت بکنن هاشم. بی آبرو آدم سگ بگیرد جب نگیرش. نگاه بره دختری چه کلی سر خودت آوردی. نترسید بری تو آب. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 مهر 1404 سوابق زیبایی. سر هاشم من خوردی داری تاریخ و ساعت به ما میگی برو نجاتش بده. جان خودت گفت بسم الله الرحمن الرحیم فکرم داره فاتحه‌اش رو میخونه. بعد هاشم داره میمیره ساحر به ما معرفی میکنی به داد هاشم برز هاشم مرد. به عرض شنا کن، به عرض شنا کن. درگیر موج نشی. هم ببخشید شما ملوانی دریا نوردی غریق نجاتی چی؟ چرا بعد بره تو آب یه دقیقه بعد سری در بیاد. مگه چند بار این کارا کردی که میدانی؟ استقل کودکان نیم متر عمقش باشه بیاد سری بیرون. نگاه آواگا بگو چنی اعصابش خرابه بچه مردم انداخت تو شدا برات. به عرض شنا کن، به عرض شنا کن. بابا هاشم مثل بوتی افتاد از سر آب. تو چه داری میگی به هر شناکو؟ بعد الان به نظرت هاشم تو شرایطی که تو عرش شنا بکنه آبگه تعیین میکنه هاشم به کدام سمت بره. الان باید با آبگه حرف بزنی. هاشم اسپری در بیار از اون دیگه. هاشم بابا هاشم مگه در بیار بود خودش در می آورد. تو میگه اسپری در بیاره هاشم الان 10 تا گوسفند نصب کرده که فقط بتونه سالم بیاد بالا. بعد هاشم آمده بیرون داره دست میکشه تو موهاش. آب موقع رو خودت برداری. هاشم تو چقدر هواری که میای بالا به جای جان خودت نجات بدی مواد درست می‌کنی که جلو خانم خوشتی باشه. خاک تو سرت هاشم. در بیار هاشم. الان اسپری در بیار. هاشم در بیار. هاشم بیا بیرون از آب. هاشم چشم آمد.